یه لحظه اما جمع و جور میکنن یاران داماش و بازی ادامه پیدا. حامد لک از دروازه بیرون میاد، دروازه خالیه. کبه دروازه خالی اینو خواهد زد یا نه؟ پاس میده با سیف اللهی درون محوطه جریمه، یه شوت کبه و حامد لک در دو مرحله. سید محسن حسینی حالا یه فرصت، سعید دقیقی موقعیت، هنوز فرصت هست برای تراکتوری ها و تکل عالی مختاری و ابوالفضل حاجی زاده. این فرصت رو از اونها کیانی ارسال در این سمت برای محمد ابراهیمی که به سمت راست اومده، جای خودش رو تغییر داده. حالا یه پاس، سعید دقیقی تک به تک و میلاد فراهانی توپ رو میگیره. خوب حرکت کردن یاران تراکتور سازی، یک و دو عالی او با جواد کاظمیان تک به تک شد، باید زاویه مخالف رو هدف قرار میداد. ارسال بلند مرتضی ابراهیم. جالب اینه که هیچ اسپانسری نداره این تیم داماش. تو گیری خوب از کریم انصاری فر، خود انصاری فر پشت محوطه، یه پاس عالی انصاری فر که پاسی داد اونجا اما نتونست بازی میکنه. یه لحظه خطا به نظر میاد، 4 در مقابل 4، پاس عالی، فرصت اگه بده اون سم چه فرصتی رو از دست میده کریم انصاری فر و عالی میگیره میلاد فراهانی. بهتر موقعیت سازی میکنه. با ببینید که چه کار خواهد کرد. تک به تک فرصت، یه تک میزنه و به بیرون میزنه توپ رو، به بیرون میزنه توپ رو سعید دقیقی. 3 تا تک به تک رو تا الان خراب کردن تو همین 7-8 دقیقه یاران تراکتور سازی تبریز. واقعا توی بازی آسیایی دیگه نمیشه اینجور فرصت ها رو به راحتی از دست داد. میلاد فرانی خوب زاویه رو بست و نگاه کنید چجوری زد توپ رو بیرون. نتایج همزمان هم میبینید، نفت تهران و ملوان 0-0 هستن همچنان. شانس آورد اون تکل مرتضی ابراهیمی نگرفت، اگه میگرفت اخراج میشد. 5 رو استقلال صنعتی هم 1-1 هستن. تعویض هم هواداران تیفوسیه داماش استادی داره بهتر کار میکنه در این دقایق. حالا عادی سهرابی میتونه پاس بده برای متوسل زاده، امین متوسل زاده تک به تک تو سر توپ میزنه، متوسل زاده میزنه شوتش، اما توپش به بیرون میره. میتونه از این ضد حمله یه گل بسازه امین متوسل زاده. عالی پاس داد عادی سهرابی، سر توپ زد و توپش به بیرون رفت. از نمای دیگر ملاحظه میکنید حالا فرصت برای سیف اللهی، سرعت خوبی داره سیف اللهی، ارسال به روی دروازه کبه یه تاثیر میذاره، متوسل زاده و گل و گل و گل برای داماشی‌ها توسط امین متوسل زاده. چه گلی میزنه این بازیکن برای داماش، هر وقت اومده بوی گل داده. نشان میده به کریم انصاری فر و سعید دقیقی چگونه باید یک مهاجم فرصت طلب باشه. 2 تا توپ براش اومد، یکی رو گل کرد. مجید جلالی و خوشحالی هواداران داماش. نگاه کنید برخورد اونجا به سر یه بازیکن، کبه اونجا فشار آورد و روی هوا اصلا کنترل هم نکرد، باید چی توپ رو به گل تبدیل کرد. نمای دیگر نگاه کنید، توپی که آمد روی تیر دو و متوسل زاده همون جایی زد که باید میزد. داماش 1 تراکتور 0. 15 دقیقه به پایان این بازی زمان باقی مونده، یقینا بازی جذاب‌تر خواهد شد.